بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولی همین برادر عزیز مکتوبایی که در خانه دارم و در همین نظم دارم 90% پرابلم زندگیه. 90% فقط پرابلم زندگی. این مثل همین که خوشنامه‌ام برد است، مقصد زنم میخواهد زندگی را، منم میخواهم، ولی اهل عائله نمیخواهد. وقتی همین عصب که ویران شود برادر عزیز، دیگر حیات باور که تماما حیات شیرینی ندارد، لذت ندارد. الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستای خدا، بنده های نیک خدا، همه شما را بر این روز بندگی خدا، این روز سید، این روزی که از هفته های دیگر بین زمین و آسمان فرق دارد، این روزی که از همه چیزی که برای انسان مهم و در کار و هدف رسیدن دعای بنده مؤمن است، خداوند این روز را برای اجابت دعای بندگانش فرق بین دیگر روزها گذاشته است که این روز روزی هست، ساعت‌هایی دارد که هرگاهی که ما و شما به سوی پروردگار دعا کنیم، خداوند دعای ما و شما را قبول می‌فرماید. شما را به این روز سعید، به این روز خوب تبریک و تهنیت می‌گویم. پیامبر گرامی می‌فرماید الایمان عریان، ایمان لباس ندارد، فلباسه تقوی و زینته حیا و ثمرته عین. حبیب خدا گفتند لباس ایمان تقواست، زینت ایمان حیاست، میوه ایمان علم است. خدای مهربان همه ما را بنده های با تقوا بگردان. خدای ما را بنده های پرهیزکار بگردان. خدای ما را خدا پرست و خدا شناس بگردان. خدای ما را همیشه تا دم آن ساعتی که برای ما جدا کردی، خواه چندی که باشد نزد خودت معلوم است. خدای همراه ما تقوا مانه، همراه ما حیا مانه، همراه ما علمی که برای منفعت دین تو باشد، برای منفعت بندگان تو باشد. خدایا همراه نگهدار. همه آن آرزوهایی که در دل داریم پنهان هستند و کسی اونها را گفتن نمیتوانیم. خدایا به جز ذات تو کسی نمیداند. خدایا اگر نیک باشند، اندیشه های نیک باشند، نیت های نیک باشند، خدایا برآورده بگردانی. گذشتگان همه ما را خدای رحمت و مغفرت بگردانی. ملک ما را آرام و آباد بگردانی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. آمین یا رب العالمین. برادران عزیز و گرامی، این جمعه که امروز با این آفتاب زیبا و این روز روشن خدای مهربان ما و شما را رسانید.
میخواستم این ساعتی که در اختیار داریم اگر خداوند تا آخر این ساعت مهلت دهد چند سوال هایی که نزد من برای شما جواب میگردانم و از خداوند خواهان او هستم که خدای مهربان برادرانی که از ما سوال میکنند شاید بعضی ها از سبب ندانستن سوال کنند، شاید بعضی ها سنجش کنند، شاید بعضی ها به خاطری که دیگرها دارند سوال میکنند و هر نیتی که باشد نیت های انشاءالله نیکند. خداوند در هر حرفی که شما روان میکنید و نیت شما نیک است تا که دیگرها از این استفاده برند، فهمیش پیدا کنند. خداوند در هر کلمه در عمر شما برکات و خیر و نویسنده بگرداند. اینجا یک سوال که الحال در بیرون در دست من دادن، میخواستم آغاز همین سوال جواب از همین آغاز با احترام یک گروه مخلصان شما از ناحیه ورزا قشلاق ورمانیق خب در پشت مکتوب آمده است، مکتوب از دولت روسیه آمده بوده است. خب ذوالفقار غلامشاه ابرامشاه مرتضی محمد یوسف از شما احترامانه خواهش می‌نمایم که درباره اسلامی بودن و یا نبودن همین نام‌ها و ما معلومات دهید و همین نامه ما رو التماس که همین جمعه جواب گردانید. الان من مکتوب داخل شد پیش از آنی که خوانم پشت مکتوب که همین نویسنده شده است. من چند بار گفتم که برادرای عزیز و گرامی، محبوب ترین نام به سوی خداوند این نام است که در آغازش عبد دارد. عبدالکریم، عبدالمنان، عبدالرحیم، عبدالرحمن، عبدالله، اینا بهترین نام ها هستند. غیر نام عبدالرسول و غیر نام عبدالنبی، اینها بهترین نام آغاز و عبد آغاز شود است. و نام هایی که پیامبر گفتند صلی الله علیه و سلم، نام های 25 پیامبری که در قرآن آمده است باقیش نه آمده است. اگرچه که خداوند چندین هزار پیامبرها را بر زمین فرستاده است ولی از نام 25 او در قرآن و ما خبر داده است، بعضی دیگری او را با ما خبر ندادند. از همین 25 نامی که در قرآن هست حاضر در کتاب ها بسیار دسترس کردن آسان است. شما همین ها را میتونید وقتای خالگی باشد ما خوانیم، شما نویسنده گیرید یا خداتون دریافت کرده میتونید. همین 25 نام پیامبر هم در نامه های فرزنداتان گذارید. انشاءالله مسئولیت پدری و کلانتری عظیمه شما برداشته میشود. اینجا در نامه هایی که الان من خواندم، ذوالفقار، غلامشاه، ابرامشاه، مرتضی، محمد یوسف، از این نامه ها میتونیم که مرتضی که کنیت بود در فرزندا اگر استفاده کنند جای خطری ندارد. در مرتضی و یا در محمد یوسف ما میتونیم که محمد یوسف فقط به نام زیبای محمد یاد کنیم بس است. یوسف شد باز در نام دیگری گذاریم، یعنی محمد یوسف نه بلکه محمد باشد. انشاءالله خود زیباترین نام است. بسیار معنای بلند در داخل این محمد وجود دارد. ما میتونیم یک فرزندمان محمد مانیم و دیگرش یوسف مانیم. اینش البته بهتر و اینش ثوابتر است. داخلش مکتوبی هست السلام علیکم داملای شیرین سخن. بعد السلام از خدا همین طلب دارم که صفی شما را زیاد گرداند و اصلاها خب دردی سرتون را نبینم. من یکی از استقامت کنندگانی در ورزا قشلاق ورمانیق دولت مراد که این ها در مسکو کار کرده شدم. من از شما خواهش و درخواست دارم. یکم در وقت امر معروف یا اینکه در وقت سوال و جواب در جایهای اساسی یا وقت بود شده است یا به سبب تکنیکی جواب سوال پره گرفته نشده است. این عیب همین بچه هایی که ثبت میکنند، همین بچه هایی که ثبت میکنند این عیب ای جانب اونهاست که همون ثبت کردن
به خاطری که مثال شما از پشت همین شاید 4 تنگه یابید. من تا امروز قسم به خدا والله که از یگان همین بچه‌هایی که مخصوص ثبت میکنن 99% نمیشناسم. اگر 1% هم بشناسم ممکن بچه‌های همین داخل باشن. تا حال ولی یک دیسک بیپول خود نگرفتم. اگر کسی دهم که برای ما فرمایش دادن من خودم پول دادم از همین بچه‌ها خریده برده دادم. برای این زبان دراز است، هر کسی از روی فروشنده باشه شما پرسید. ولی بسیاری از بعضی برادرها چی در کارکنهای حکومت باشد چی بیرون فکر میکنم من به اینها داغاور دارم و قریب 50 و 50 فایده اینا رو تقسیم میکنیم. نه برادر عزیز، قسم به نام خدا آن چیزی که به گوش بنده‌های خدا میرسد سبب هدایت اونها میشود. برای من از میلیون گویم درآمدهایی که از اینها من به دست میارم برای من بهتر و خوبتر است. هیچ فایده در این مبلغ نمیبینم مگر فایده را در همین هدایت بعضی از برادران عزیز میبینیم. برای همین ما با هیچ کس شرطنامه هم نداریم، شرطنامه هم نکردیم. بگذار از پشت همین که شما صاحبی ممکن 4 تنگه هم شوید، ثواب هم شوید، همه رو ببینیم که مثال مردم به شما کمبود نگیرند، مردم از آنها خوب استفاده برده توانند. این عیبی اما برادرایی که ثبت میکنن به عیب اونها میشود. این به عیب ما نیست برادر عزیز. من کوشش میکنم ببین هر هفته باور کنم اپراتور من نو میکنم. اگر چند مبلغ زیاد هم ثبت میشود برای آنکه تمام همین داخل مسجد بلند گوید، تازه گوید، یگان گویم که خلل زلل در همین ها کمتر پیدا شود در اون چیزی که هست گیوانز بکنیم. به خاطر به گوش همه شما رسد شاید در ثبت هم فکر من همین است که خوبتر بیاید. خب این اراده که این برادر گرفته است برای شما هست برادران. درباره نفرهای زنداری که بی‌پروایانه رفتار میکنند، اگر درباره اینا شما برادر عزیز میتونید که از حقوق زنها که من چند جمعه درباره حقوق زنها و غیر حقوق مردها رو بیان کردم، حقوق زنها رو بیان کردم، مردهایی که نسبت زنها چه بی‌پروایی دارند یا حقوقی که زنها برای مردها دارند وقتی اجرا نمی‌شود یقین دارید که در پیشگاه خداوند البته شما گوییم که در دادگاه کشیده میشوید، حق اونها از ذمه شما کشیده گرفته میشود. چگونه که پیامبرم الله در دعاش میگفت اللهم اینی احرق حق ضعیفین الیتیم و المرأة، یعنی من حق 2 نفری که یتیم و حق زن کلمه از شما اگر پایمال کنید شما در پیشگاه پروردگار برای حق اینها جوابگر هستید. برای این دادرها شما مکمل از همون ثبت استفاده کنید. سوم درباره باریکی‌های نکاح که چی جوابگری‌ها مرد به عهده میگیرند. البته باریکی‌های نکاحی که دادر ما یاد کردن سوالایی هست که من اطراف اینا خیلی صحبت‌های زیاد داشتم. باریکی‌های نکاح چی هست؟ نکاح مقصد از باریکی‌هایی که عبارت است این است که ما پیش از آنی که زن میگیریم دانیم که کی را در نکاح خود می‌داریم. از همه مهم همین ببینید حقی که فرزندا بالای پدر و مادر دارد چی است؟ یک حقی که فرزند در گردن پدر و مادر دارد این که برای فرزند مادر خوب جدا کند. ببینید یک حقی که فرزند در گردن پدر دارد این است که باید پدر زنی گیرد، زنی خوب گیرد، زنی نیک گیرد. زیرا شما فراموش نکنید که زن این زن و زن و این که زمیر زن است، زمین است. زن بسیار در زندگی نقشی کلان می‌بازد. ما در حالت زن گرفتن کوشش کنیم که زنهای صورت زیبا، مال، منصب، شرایط خوبی اونها را کم به نظر گیریم. اگرچند اینا هم نقش می‌بازند، بگذار کسی که زن خوشرو جدا می‌کند در برابرش باید دیندار باشد. مراد این است که اگر
اگر شما خواهید که در زندگی برادر عزیز او همه اینا یک گوییم که حواسی هست در جوان پیدا میشود که یک زنی زیبا گیرم یا یک زنی دولتمند گیرم یا یک زنی گویم دختری فلانی باشد گیرم. ولی ببینید وقتی نکاح میکنیم میگیریم در دوام حیات بسیار سختی ها در روبرو میشیم، بعد شما دیگر طاقت کردن میتونید. شاید اون مردهایی که مثال زن دولتمند است که پیسند میکند، زیبا باشد، ناز و نوز دارد، شاید پدرش اگر کمانترک باشد، تو مثال گویم که فقیرتر و ناتوانتری و یا جدا کردی ممکن موردی دشتابی او قرار گیری. اینجا رو بسیار نازکی هایی دارد. برای همین هر یک همون مقالای تاجیکی ما که پا در کردی کرد دراز کن این معنی بسیار بدن دارد. هر یک آدم همون اندازه خودش نگاه کنند، همون خاندان خودش نگاه کنند، در کدام سطح زندگی میکنند، کی در همون خانه موافق تر است. اینو باریکی های نکاح هم برادر عزیز و گرامی. خب چهارم زندارهایی که زن میگیرند یا روس یا دیگر. مقصد من همین که شما تیزیر جوانها را آگاه کرده ایستید، خصوصا جوانهای غریب شده را. یعنی برادر عزیز و گرامی من در اطراف این صحبتی داشتم از این برادرهای عزیز باز یادآور میشم که شما قبلا گوش کنید من درباره جوانها زن گرفتن و نگرفتن در دولت‌های روس معلومات‌های دادگی هستم. و این خاطر من مکتوب شما را به خاطر اون که از راه دراز آوردم خواندم، ولی معلوماتش شما از همون ثبت‌های پیشین گیریم برادر عزیز. شکرانه خدا که چنین پیشواها داریم. اگر خدا تقدیر کرده باشد ان شاءالله زیارت شما میرویم و هزاران رحمت برای دعاها در حق ما میکردگیتان. خدا باز هم زبان شما را برا و شیرین گرداند. با احترام مخلص شما. و همین مبلغی که هست برای مسجد در حق هم یک دعا کنید. ولی اینجا هم یک 1000 سوم روسی هم روا کردن، انشاءالله در آبادی مسجد صرف بکنیم. خداوند عمرشان دراز کند و تن صحت و ایمان کامل و خداوند باز عقیده‌های استوار و صحیح را همراهشان نگه دارد. آمین یا رب العالمین. خب السلام علیکم اکرم الله دام الله که شیرین بیان هستید. من یک مادر اسلامی شما از شهر کولا گوش کردم از برآمد شما که گفتید قربانی کننده در قربانی سوار هست در پول صراط. ما زنها قربانی کردن نمیتوانیم، ما در پول صراط چه ها میکرده باشیم؟ خدا خیرتن. مثلا مردها قربانی میکنند. ما در حدیث پیامبر خواندیم که هر مردی که قربانی میکنند قربانیش پروردگار روز قیامت در گذشتن همون پول صراط که خبر قرآنی است، هر یک شخص از این صراط میگذرد و همون حیوانهایی که در دنیا ما ذبح کردیم، چگونه پیامبر میگوید حیوانهای درست، حیوانهای گویی که توانا باشند، قد بلند باشند، یعنی ارزنده قربانی را داشته باشند، شما همونها را قربانی کنید، زیرا که اونها برای شما سواره میشوند در پول صراط. این مادر عزیز که اکثر مادرها، اکثر زنها ناتوانی دارند، امکانات قربانی ندارند. مقصد شما قربانی را سوار شوید و زنها چیکار میکنند؟ ولی اسلام دینی هست مادرای عزیز که هم حقوق مردها را در جای خودمان، هم حقوق زنها را. اسلام دینی هست که نه برای فقط طبقه بایها صحبتی داشته باشد، بلکه دین برای آدمای ناتوان هست. ببینید مادرای عزیز و برادرای مهربان، کسی توانایی حج دارد امروز رفته پول دارد حج میکند، کسی توانایی حج ندارد پیامبر گرامی میگوید شما اگر با اخلاص تام آمده جمعه نخوانید برابر حاجی‌ها در پیشگاه خداوند ثواب میگیرید. یعنی هم دین برای آدم بای پاداش در حج میدهد، هم برای آدم ناتوان شما آمده جمعه را با اخلاص خوانید به خاطر آنکه این روز بندگی خداست
روزی است که فرضیتی این در ذمه من است. خدا همون پاداش حج هم در نامه اعمال شما می‌نویسد. و این خاطر مادر عزیز برای شما دین معین کرده است. این سوالی است که من قبلا یک بیان داشتم که زن از پیامبر گرامی این سوال کرده بود که مردها جهاد می‌روند، مردها بیمارها را خبر میگیرند، مردها جنازه میخوانند، مردها نماز با جماعت میروند، مردها مسجد میروند. پیامبر گرامی در جواب همه این چی گفت؟ گفت مقصد ما در خانه اینقدر پاداش مردها صاحب میشوند، ما چیکار کنیم؟ پیامبر گرامی در جواب گفتند که شما اگر در خدمت شوهرهاتون قایم باشین، اگر شوهرها از شما راضی باشند، شما هم برابر مردها در جهاد، جنازه، بیمار خبرگیری، نماز با جماعت، مسجد برابر ثواب میگیرید. فقط اینجا وظیفه زنها چی بوده است؟ احترام شوهرها هست. برای این مادر هم ما این قدر بیان میکنم که دین شما اگر برای گذشتن پول سیرات خواهش داشته باشد، مادر عزیز شما در دنیا احترام شوهر کنین. اگر خداوند گوسفندهای در دنیا ذبح شده ما را نزد پلیس را بیارد، برای شما زنهایی که در دنیا حرمت شوهر کردین، احترام شوهر کردین، شوهراتون خیانت نکردین، شوهراتون دوست داشتین، مثل که برای ابراهیم علیه السلام خداوند خوشخاری را از جنت فرستاد، برای شما پروردگار همچنان خوشخارهای زیبا را از جنت روان میکند. شما بالای وی سوار میشوین و از پول صراط میگذرید. اگر شما در دنیا احترام شوهرها را داشته باشید، به قدر شوهرها رسید، شوهرهاتون را دوست دارید، همیشه گویا در حقشان دعا کننده باشین. خدا خواهد دنیاتون هم آباد، آخرتتون هم آباد است. پیش از آنکه که من با مراجعت این سوالها گذرم، برادر عزیز و گرامی، هفته گذشتم مجلس کلانی در همین حکومت شهر گذشت، در نمایندگان دستگاه جناب یاری گوییم. موضوع راغون بود که امروز همگان ما فکر میکنم دیگر به خبر نماندیم. هممون میدونیم که امروز آباد کردن راغون در ذمه خود همه مردم است. چگونه ای که چند گیس‌هایی که ساختن شما خبر دارید ندارید، 75% درآمدش از همون سازنده ها هست و 25% به همین مردم تاجیک مانده است که زمین از ما، آب از ما، گوییم هوای تازه از ما، ولی 75% درآمد اونها، 25% درآمد ما مردم، که به این مردم ما را تامین کردن غیر امکان است. امروز که البته گوییم یک پیشنهاد عاقلانه سرور دولت در باب ساختمان راغون است. امروز کسی خودش برطرف گیرد یا کسی گوید که من کار ندارم و همون حس ملی و محبت وطن در وجود او نیست. ما باید این همین نیروهایی که امروز تصمیم گرفتن، باید ماها برادران عزیز و گرامی، همه کسا خود چند مبلغی که از ما می آید، ما همه کسا باید که این آباد کنیم. این برای آینده ما انشاءالله قدری نیست. خدا کمی صحت و عمرت یاد همین بین 3-4 سالها در این بنا می شود. این هم یک بایگری ما و شما هست، این هم یک پیشرفت ما و شما هست. برای همه ما و شما در این مسئله دستگیری داشته باشیم، همه ما و شما پشتیبانی داشته باشیم. حتی ببینیم دوره‌های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که وقتی پیامبر اعلام کردند که در مدینه چاه بود، آب شیرین بود، گفتن کسی که همین چاه را اگر خریداری کند، با مسلمان ها اگر تسلیم کند، جنت برای واجب می شود. میگه حضرت عثمان عمرش از 60 بالا بود، از جاش خیز میگه دوان سر چشمه رفتن، چشمه را مبلغش را پرداخت کردن، خریدن، در دست مسلمان ها تسلیم کردن، به خاطری که جنت برای او واجب کردن. امروز ما هم اگر الحمدلله همه ما مردم مسلمانیم، هرچی هم کنیم برای مردم خودمان میکنیم، همون تصمیم ما باید داشته باشیم. وقتی ما را تکلیف کردن که فلان کار را آباد کردن در کار، ما باید مثل حضرت عثمان دوام باشیم. هرچی از دست ما میاد برادر عزیز،
ولی آدم‌های هست مبلغ‌های کلان دادن. مایلش مبلغ قیمتی که برای من مثال میتونم پرداخت کنم 1 سومان هم انشاءالله کفایت میکنن. هر کسی که چیزی که از دستش میآید. برای این مسجد ما را هم 3000 سومانی هر یک مسجد، تمام مسجدهای جامعی که در گویم همین ریسپوبلیکا هست 3000 سومانی در گردنشون گویم همین وظیفه‌دار کردن که باید در شادهای ما مخصوص بگذرانیم برای یاردن همون راهون. برای برادرای عزیز و گرامی در همین کار همه ما و شما پشتیبان باشیم، طرفدار باشیم. خدا هر این برای فایده ما و شما هست. السلام علیکم آقای حاجی میرزا. من به شما یک سوالی دارم. خانه من در آشیانه 4 می باشد. همسایه‌های دوم و سوم ما آب‌های و در پروات‌هایشون را محکم نمی‌کنند و ما از تگ دام با آب دست می‌کشیم. آن هم از بخیلی و هم از اسرافکاری دست می‌کشند. داملای عزیز، اگر سوالی عادی و ساده هم باشد چیزی گویید؟ خیلی گویید؟ ولی راست میگه سوال اگر عادی و ساده هم که باشد، برادرایی که در سکسیار زندگی میکنن، حتی همین حولیگی که ما و شما هم داریم، ببینید یک آبی از یک حولی به حولی دیگر بگذرد. وقتی اگر ما خود نظرانه رفتار کنیم یا اینکه گوییم از پریزایی که یک دیگر را میرسد، خیلی از مسلمان کسی هست که باید ضررش به کسی نرسد. برای این کوشش کنید در این مسئله بی پروا نباشیم. السلام علیکم داملای محترم. امروزها برای پیشرفت علم و عقیده اسلامی شما خدمت کرده شده. وظیفه ما مردم این که در حق شما همه وقت دعای خیر کنیم. ولی داملا یک چیز امروز قریب دامنگیری همه شده است. در حق یک کس نادیده ناسنجیده تهمتی را میبندند. در خانه ما این احوال در سر کلین هامون است. هرچی گم شود گمان در کلین است. خلاص تهمت بسیار انسان را ناراحت میکنند. اطراف تهمت چیز شما بیان میکردید. تهمت برادران عزیز و گرامی، پس حالت سوم همین است که باید که وای از فاحشه شدن یا حیات بی شوهر تلخ گذرانیدن زن دوم سوم شود، این برای بهتر است. شما ببینید اگر 60% جامعه ما مردها باشند، حاضر باز قریب ممکن که از همین 60% 20% ازدواج با در دولت‌های روسیه کار داشته باشند. مرد رو ببینید چقدر. شما فراموش نکنید که در تمام جنگ‌ها اشتراک کننده مردها هستند. در تمام میدان‌های جنگ اینها در حالت‌های جنگ رفتن خداوند همه اینا نظامش می‌داند، همه اینا چینش می‌داند، اندازش می‌داند. در این جوادات هزارها مردها کشته می‌شوند، زن‌های حتی اونها بیوه می‌مانند. یعنی در هر یک حتی طبیب‌ها می‌گویند که وقتی کودک تولد می‌شود، چی بچه باشد چی دختر، مریشی که در حالت تولد زیاده است از جانب مردها بیشتر است. خلاص همه وقت عدد زن از عدد مرد بیشتر است. زی خاطر پروردگار این مهربانی خدا هست که برای مردها زنی 2 و 3 و 4 داشت که این زنها هم از همان حیات‌های تلخ محروم مانند و اگر چند زنی 2 و 3 هم که باشند، اگر مرد زنی 2 و 3 داشته باشه ولی مردی خدا ترس و خدا پرست باشد و همه اونها عدالتش، مهربانیش، رفت آمدش همش برابر است. این است دادن عزیز اون چیزی که در حکمت‌هایی که برای مردها خداوند چرا که مثلا گویم 14 اجازه داده است. سلام آقای حاجی، من یک نفر مخلص شما از ناحیه خاوری به خاطر پاسخ سوالم از دهان شما شنیدن آمدم. اگر در وقت نماز جماعه به خاطر پریشان شدن از صفای ملا امام سوره خوانی درست است یا نه؟ ارتباط جواب دهید. اگر ما در مذهبمان مسئله این است که وقتی که امام باشد ماها دیگر حق تلاوت کردن نداریم.
وقتی امام باشد موافق حدیث پیامبر گرامی که قرائت امام قرائت مقتدی است. چیزی که امام بخواند معنی را دارد که مقتدی باید خواند است. برای همین ما در مذهب ما اگر دیده و دانسته همین مسئله را از پس امام ما هم خواندن گیریم ما گناهکار میشیم. زیرا در واجباتی که وجود دارد در مسئله‌ای که گویم مسئله فرض و سنت و واجب در واجبات همین آمده است که اطاعت کردن امام در گردن مقتدی واجب است. و وقتی که سوره فاتحه میخواند یا زم سوره میخواند ما دیگر از سوره فاتحه خوانده میتونیم نه زم سوره کرده میتونیم مگر اختیار از پس ایشان کردیم خواندگی های خواندگی ما است. فقط تسبیح ها رو میگیم، فقط التحیات رو میخوانیم، درودها رو میخوانیم، سلام رو میگویم، الله اکبر تکبیر تحریمه رو میگویم، سبحانک اللهم رو تنها میخوانیم، ولی قرائتش فقط از پس امام باشد. یکی مبادایی که از روی نافهمی خوانده باشید سهوا خوانده و خودشون خاطر بودیم خواندن گرفتیم اینا را ما مورد گناه در پیشگاه خداوند قرار نمیگیریم. فقط اگر دیده و دانسته کردیم موافق مذهب ما گناهکار میشیم. السلام علیکم استاد بزرگ، من خواهر اسلامی شما، من ختم کرده مدرسه میباشم اما شوهر نماز نمیخواند. من با او میفهمونم با مهربانی با جنجال او قبول نمیکند. ماه رمضان با من روزه میگرفت اما مادرش از من پنهانی با او در نصف روز خوراک آماده میکرد. راستی این کاری مادر و پسر و دیگر طاقت نکردم و خانه مادرم رفتم و پدر و مادرم گفتم که من با این مرد زندگی نمیکنم. آخر دروغ میگوید، فریب میکند، غیبت میکند، نماز نمیخواند، روزه نداشته است. پدرم با من گفت که طاقت کنم. آخر در حولی پدرم برای من جای نیست. دو کلین هست. بازم این شوهرم حولی کلام دارد اما به چشمم نمیتابد، مثل زندان است این حولی. من 3 کودک دارم، باز یک تاش معیوب است. پسر معیوبی من 5 ساله شد که ایشان به من میگویند که او را به خانه معیوبان نایه چهارباغ سپارم اما دلم نمیشود ولی سلامتیم خوب نیست. سوال اگر سپارم گناهکار میشوم یا نه و من مصلحتی و با این مرد زندگی کنم یا نه؟ در بین ما محبت نیست. من از خدا میترسم. یکم شما اگر برده همین فرزند در معیوب خانه هم بسپارید، خواه پدر باشید خواه مادر، من میدانم فرزند خواه گنده باشد خواه خوب باشد دل پدر مادر با او میسوزد. فرزندامون جنایتکار هم باشد، فرزندامون هم بی جنایت هم باشد، همش در دل ما و شما میسوزد. پدری که حتی پدر و مادر موردی در شام تعبیر هم قرار گیرد، پدر و مادر باید باز دوست می‌دارند. ای فرزند باید میوه دل است. این همه هیچ قرآن میگه فرزندان میوه دل شما هستند. ولی مادر عزیز امروز که خداوند همین امکانات برای ما و شما آورده است، معیوب خانه‌ها را در تلویزیون می‌بینیم، اگر چند بعضی هاشا در همین کلاب‌های ما و شما هم هستند، شرایط‌های امکانات‌های بد ندارند. شما اگر در معیوب خانه برده صبح بارید و دائم مقصد هر هفته رفته از او حال و خبرگیری میکنید، نظارت میکنید، این برای شما خوبتره. یکان ضرر زیادی ندارد. این معنای یکان بریدگی سینه رحم نیست. این یکان بیرحمی شما مادر رو نمیفهماند، بلکه یک مشکلاتی را از گردن خودتان دور میکنید. بعضا میگم که شما خودتان بیمارید. شما بعضی کمبودی‌های خانه را در پی تعلیمات دیگر فرزندان صحتی که دارید از پی اونها شو با اونها مثال گویی وقتی زیاد تصرف کن، خدا خواهد انشاءالله پاداش در پیشگاه خداوند میگیرید و حرمتش میکنند. اگر چی با مثل کودک رفتار میکند با صدر من راضی نیست. پدر و مادرش هم نماز پاره ندارند، برادرانش اگر چندی از ما جدا هستند ولی نماز نمیخوانند. من را مولای جادوگر میگویم، با خدا قسم من چیزی نمیدهم، نمیدانم از جادوگری آنها در مدرسه این گپ‌ها وجود ندارد. با وجود این من میدانم که گپ‌های بیچاره‌ها از نادانی است. من کینه نمیگیرم، باز دعا میکنم خداوند این جاهلان را از جاهلیتشان نجات دهد. ولی من دیگر حرمتشان را به جا آورده نمیتوانم. میترسم که در غضب خداوند گرفتار نشود.
شاید که ما رو خداوند در این خانه برای آموختن ایمان اسلام نصیب این مرد بی‌نماز گردانیده باشد. اما من نتوانستم. آیا این در این کار من گناهکارم و این زندگانی بدبختانه من را دوام دهم یا نه و به کجا روم تا کودکانم مثل اینها نشوند؟ التماس به من نصیحت دهید. آخر هر روز من در این خانه حالم همین است. اکنون خواهر عزیز در یک سوال خود جواب میدید، باز سوال میدید، باز جواب میگویی. در همین مکتوبت اگر تو با دقت خود گفته های خود اگر خوانی در همین مصلحت خود دادی. یکم که خواهر عزیز تو حق خاندان یک برادر چیها دارن ندارن و این سیر یک خاندان را فاش کردن شما حق نداریم. برادر عزیز این معنی را ندارد که در خانه من آدم بی نماز است، در خانه من آدم بی صبر است. کیری من را در کوچه گویم که خانه حاجی میرزا دخترش بی نماز است، دخترش بی صبر است، بچه‌ش نماز میخوانند. این در حق نداره شما. یکم سیر خاندان پوشانیدن وظیفه هر کدام ما فرض و واجب است. برادر عزیز و گرامی یکم این در حق نداره ما. دویم خواهر عزیز وقتی شما مدرسه میخواندید و این مرد گویا فرض الهی را ادا نمیکرده است، اما چقدر میخوانده است، کجا باید گرفتی؟ چرا در بخشیدن نفس خودت به همین مرد راضی شدی؟ تو را کسی مجبور کردن نمیتواند کن، کسی مجبور در باید نتو دست کند. بزرگای ما میگفتن اول ببین جای خود بعد ببین پای خود. اول جای خود در میدانستی کجا بود؟ با کی باید تو در نکاح میرفتی؟ برای همین خواهر عزیز خیلی که خود جواب گفته که شاید که خدا مرا نصیب در این خانه گردانید که تا که سببی هدایت اونها شدم شاید همی باشد. من هم در همین فکری تو همراه خواهر عزیز کوشش کن، محنت کن تا که اهل همون خاندان که تو مدرسه خواندی، تو دیپلم داری، تو علاقه ذهن گویم دیگر فهمی شد بایتر. برای همین اکنون علم خدا داد به خاطر هدایت دادگی است. اکنون از علم استفاده کرد، کوشش کن. حضرت نوح علیه السلام وقتی که قومش میزدن دور خوب که میشد چی میگفت؟ اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون. خدایا اینها را مورد مغفرت قرار ده، زیرا اینها نمیدانند که چیها کرده ایستادند. برای این بی‌حرمتی که از طرف شوهر در شما میشود منم راضی نیستم. منم هزارها بار این جوانایی که نزد منم با ما محبت دارم، با ما اخلاص دارم، من همونش جوان مرد خانم که در خانه رفتار خوب دارم، آداب خوب دارم، زنش دوست نداره، زنش حرمت میکنه. ما هم جانبدار همون جوانان هستیم. من هم جانبدار همون خواهرای هستم که همونا خواهر اسلامی منم که اونا در خانه پدر و مادر را حرمت میکنن، شوهرهاشون را حرمت میکنن. خب سیر خاندان در کوچه فاش نمیکنن. انا اونا خواهرای اسلامی ما هم. ولی بسیار من یک بار یک حدیثی را برای شما خواندم. سراسیمه نشه در زن گرفتن، سراسیمه نشه در شوهر دادن. تحقیق نه. امروز زمان کم در زمانی خطرناکی شده است. جوانان را ببینید در کدام راهها تربیت یافته ایستادند و دخترها را ببینید چیها کرده ایستادند. کوشش کنید تحقیق کنید کی است، از کجا است، چی هست. بعدا مایش مال ما است. ما یک قدر تربیت کردیم، این قدر نگاه بین کردیم، از ضررهای گرگهای چی جینی و انسی نگاه کردیم. امروز سراسیمه شده و یک مثال در یک جوانی که حقی همین را نداشت، اگر در او بردن دادیم ما در پیشوی خدا با گناهکار بشیم. این ثوابش باید چی میشود؟ 3 کودک 4 کودک یک عمر سرگردان میکردند. خب السلام علیکم اکرم حاجی میرزا. خب اینجا در یک چیزی زیاد میسانن. من یکی از مخلصان شما از ناحیه رودکی. سوال اخیر حاجی میرزا، من در حیات یک فرزند پسرک دارم. عائله‌ام خانه آتش قهر کرده رفتگی. مدت 5 ماه شد. چند مراتبه رفتم. مادرشان عائله من نمیماند
آمدنی مرا میگوید که جواب دخترم را ته، لیکن من زن و فرزندم را دوست می‌دارم. من همین سخن را میشنوم، دلم از دنیای فانی خنک میشود. من از غضب خدا میترسم. اگر حاجی داماد چیکار کنم؟ حیرانم. شما علمای دین هستید، یک مصلحتی میدادید. عائله‌ام زندگی کردن در راضی است. اهل بیتشان نه، چیکار کنید؟ اگر حاجی میرزا دست به سوی دعا کنید، یک برادری بیمارم دارم، در حقش دعا کنید که خدا شفای کاملش دهد. این برادر عزیز ما. ولی همین برادر عزیز مکتوبی که در خانه دارم و در همین نظم دارم 90% پرابلم زندگی است. 90% فقط پرابلم زندگی. این مثل همین که خوشامدم برد است، مقصد زنم میخواهد زندگی را، منم میخواهم، ولی اهل عائله میخواهد چیکار کنیم؟ بسیار مشکل است. مشکل به خاطر که ما به علم ماندیم، به علم به سواد ماندیم. همه این علامت نادانی و جاهلی است. ولی ببینیم به خاطر یک تقل کاسه را شسته را توانستن زن طلاق میکنند، یا به خاطر که یک نان پخته را توانستن زن طلاق میکنند، یا به خاطر که مثال زن در تلفن با برادر خود یا اکای خود یا پدر خود، ولی مرد بیگانه نه، گپ زده است، مگر این چیزهایی که در روبرو من جواب دادگیم. گپ زده است مگر که شوهرش ناپرسیده گپ زده است، زنک طلاق کرده است. همه این جهل است که برادر عزیز، همه این جاهلی است. این جوانمردی نیست. اگر جوانمرد باشه برادر عزیز و گرامی، بدترین حلال به سوی ما پروردگار طلاق اعلام کرده است. بدترین حلال. و در بین ما نامردترین مرد همون مرده که خانه‌ش را ویران میکند، یک عائله دیگر را سرگردان میکند. خصوص خوشامدها هم همین کلیم در بعض خانه میآید، مثل که گوسفند را که پیش گرگ میآورند آن هست. بعض خصوص خوشامد همین گویا که همین باید قصاص از آن کلیم گیرد. همین خیلی باور که در خون ما همین وجود دارد که ما باید قصاص گیرده، از همون قصاص گیریم. همون گویا که یک انسان بیگانه، یک دشمن همون خاندان ما شما حساب میکنیم. قبلا سوالی که آمد چیزی که در خانه گم میشود، همون خانه در کلین است، هر دوست کلینه، تمام. ممکن دوست خود همون مرد خاندار باشد، ممکن زن همون خاندار باشد، ممکن دختراش باشد، ممکن بچه باشد. چرا اونها در گمانه؟ چرا کلین در گمان فقط؟ همین یک بیرحمی در وجود همه ما و شما جای دارد. کوشش کنید برادر عزیز، همه شما خانه‌هاتون که رفتین، کوشش کنید خواهرای شما، ابای شما، برادرای شما هیچ وقت دشمن به زنهای شما نباشند. این یکدیگر همچون خواهر و برادر رفتار کنند، یکدیگر را دوست دارند، یکدیگر را حرمت کنند. وقتی همین عصب که ویران شود برادر عزیز، دیگر حیات باور کنید تماما حیات شیرینی ندارد، لذت ندارد. بچه‌های جوانی از دیروز چند تا در همینجا نشسته، از دوشنبه آمده، از دیگر آمده، جوانه الکه زندگی‌هاتون که شما را در تشویش آورده، شما همه فشار خون داره میگین. جوانه فقط برادر عزیز شما دعا کنید که خداوند همون خوشامد شما را ایمان مکمل تیاد، خدا عقلش تیاد، خداوند فهمیش تیاد، تا که برای ویران کردن حیات دختر خودش هیچ وقت کل تصمیم نگیرد. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد. خداوند عزت همه شما را هم دنیا و هم آخرت بلند گرداند و همیشه خدای مهربان
شما را صحت و سلامت نگه دارد. اینجا یک گروه برادرای عزیز ما از یاوان آمدن و در حق ایشان دعا کنیم که خداوند قدم ایشان را برکات نویسد، خداوند زیارت‌هاشون قبول گرداند، با صحت و سلامت و خاندانشون خداوند رساند. برادرایی که اینجا از ورزاب آمدند، برادرانی که سحر همراه ما از حصار آمده بودند، خانه ما بودند، خدای مهربان قدماتون را حسنات. همه مهمان‌هایی که از راه‌های دور و نزدیک آمدین، شما را خداوند از کل آفت‌ها نگه دارد. خداوند باز هم محبت خودش را در دل شما بیشتر گرداند. و برادران عزیز و گرامی، جمعه آینده خدا خواهد اطراف سوال‌هایی که نزد من است من و شما جواب می‌گردانم و موضوعی که من برای شما وعده کردم درباره اصحاب پیامبر خدا خواهد من برای شما این هم می‌رسانم. ولی در باب همون تهمتی که الحال برای من گفتن سحر که برادرای از حصار آمدگی معنای گپ شدم همین که اونها را هم بیچاره را در همون مسجدهاشون هر خیلی تهمت‌ها در حق امام‌هاشون در حق بعضی برادرها همین هم بسیار کاری شنی، بسیار کاری بد، یکدیگر را بد کردن، یکدیگر را تهمت کردن، از همین چیزا ما شد. به این تاریخ گواه هست که حضرت عایشه مادر را تهمت کردن، حضرت عایشه را تهمتی به زنا کرده بودند که یک زنی که طاهری او با آیت قرآن آمدگی است در زمانش تهمت کردن که باید زنا کرده، زن پیامبر. یا حضرت موسی را ببینیم، حضرت موسی پیامبر خدا را تهمت کردن که او بسط را بازی میکرد، بسط که بازی میکرد. همه بی‌صبری از همون زمان پیش بی‌صبری ها و بی‌معنیگی ها که وجود داشت و این سطر خدا از دنیا بینا که برای ما و شما فرض گردانید بسط که بازی میکرد، مردم تهمت میزدن که میدانید که موسی برای چی بسط را بازی میکرد. گفتن نه آخه باید مایاش برآمدگی است، تهمت میدن برای همین باید بسط آواز میکرد. ولی روز عرضا خداوند سطر او را بیرها کرد تا که مردم دیدن که نه باید بیماری ندارد مگر سطر را به خاطر دین رعایت میکرد. یعنی این تهمت ها حتی پیامبرمون را ببینیم و ما انت بنعمت ربک بمجنون، خدا در سوره قلم میگه مشرکا چی میگفتن؟ تو هم دیوانه ای هم شیطانی، هم تقریبا گفتن تهمتش میزدن. ولی پیامبر از این چیزها خالی بودن. برای همه وقت تهمتگر هم در دنیا و هم در آخرت نزد خدا جواب میگوید. ولی کوشش این که از همین فعل رذیله هم از همین کاری بعد هم ما و شما دور باشیم. خب اینجا در نویساندن که برادران ما از ناحیه یاوان دهه تقای آباد که در همان قشلاقشان مسجد آباد کرده شدند. در حقیق دهه گفتن دعا کنید خدای مهربان مسجد اون دهه را آباد و زیبا گردانه و اهل اون قشلاق هم خدای مهربان ایمانشون کامل و خداوند عزتشان دنیا و آخرت را بلند گردانه. خب یک گروه جوانان همین دهه با رهبری خیرالدین دعا طلب کردند خدا عمر دراز و تن صحت و ایمان کامل دهد. یک برادر ما تاجدین که از محله کردامن است، فرزندش در دوشنبه در حالت وزینی قرار دارد. خداوند و فرزند شفای کامل و شفای عاجل دهد. خب مادرم در بیمارخانه دوشنبه دعا کنید. برادر ما بهرام هم مادرش که جراحی میکنن خداوند مادر صحت و سلامت نگه داره و خداوند به درد و بیغم کنه و فرزنداش خدا از توی فتان نگه داره. و در حق برادرانی که در صندوق خیری هم خیر احسان کردن خداوند اونها را تنی صحت و ایمان کامل کرد. و یک گروه پهلوانا از حصار سحرخانه ما آمده بودند که در حق ما هم دعا کنید. پهلوانا هم برادرای عزیز ما هم که آبروی همه ما و شما آبروی تاجیکستان ما و شما هستند. خدا مهربان بازم قوت و تواناییشان پرزور گردانه و خداوند در همه مسابقه ها
این پهلوان‌های ما را خداوند سربلند نگه دارد و موفقیت رو خداوند نصیب و روزیشان کند. آمین یا رب العالمین. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي